با ابتکار فدراسیون اونیفایتی غیر کسبی تاجیکستان برای بهتر نمودن مهارت کسبی ورزشکارانی که امروزها در این رشته مشق ورزی میکنند مسابقه ویژه روی دست گرفته شد. در آغاز شورابینی مسئولین از شرایط خوبی فراهم بوده در پایتخت کشور سخنرانی نموده با ورزشکاران موفقیت تمنا کردند. رقابت‌ها در دوره مسابقه مذکور در مجمع ورزشی خدمات علاقه جمهوری دوام 2 روز ادامه یافتند. این مسابقه چقدر شما شاهد بودید بسیار در یک ساعت بلند گذشته ایستاده است. من فکر میکنم که ما از بین اینها میتوانیم که بهترین چهره ها را دریافت کنیم، از بس که ما نتوانستیم که در مسابقه بین المللی ما این امین ماه بود ما اشتراک کردن نتوانستیم از سبب این بیماری ما حرکت کرده ایستادیم که بچه‌ها را باز زیادتر سیقل تیم تا که در توانیم که بعدی که با مسابقه‌ای که در پیش هستند در بیرون از جمهور آنها را ما دائم در یک فضای خوب تربیت کنیم که تا که تیار باشن برای مسابقه‌های بیرونی. طبق تحلیل‌ها فدراسیون اونیفایتی جمهوری تاجیکستان در تمام منطقه‌های مملکت فعالیت می‌کند. تنها در شهر دوشنبه بیش از 3000 ورزشکار در این نمود به تمرین فرا گرفته شدند. در مسابقه مذکور اشتراک 140 نفر نورس و جوان به قید گرفته شد. من امروز بار اول در مسابقه جای اول را مشغول کردم. من خیلی خرسندم که جای اول را گرفتم. من میخواهم که در مسابقه های بین المللی اشتراک کنم. یاسین شادف اشتراکچی از همه خرد مسابقه محسوب می‌یابد که او با همراهی برادرش به گرفتن زینه‌های افتخاری دوم دست یافتند. من در مسابقه 2 کاسه زدم، جای دوم را گرفتم. همین طریق به همه غالبان و اشغال کنندگان زینه‌های دوم و سوم مدال افتخارنامه و تحفه‌های خاطره‌ای از جانب کمیته تدارکات تقدیم گردید. غالبان این مسابقه امکان اشتراک در مسابقه جمهوری را پیدا نمودند.